اونایی که وقت رو استفاده میکنن، از وقت منفعتناک یعنی استفاده میکنن، یا عقل رو خوب یعنی استفاده میکنن، از روی عقل همه کارشون رو پیش میبرن. یعنی خیلی عادی. یک روز 24 ساعت است. این 24 ساعت رو چگونه ما استفاده میکنیم؟ فرض کردیم یک انسانی یا کارخانه‌ای 24 کیلو آهن داره. حالا اگر این آهن رو گوشت ما میکنم جواب میزن. الله بای. الله بای جان. علیکم السلام. چی باید کرد که دعوت ما برکت پیدا شود؟ خدا خیر و برکت یاد. سلامت باشید. سلامت باشید. حتمی جواب میدم. سلامت باشید. 24 کیلو چی آهن. ولی این آهن رو چیکار میکنه؟ اون کارخانه اون 24 کیلو آهن رو چگونه استفاده میکنه؟ پنجره ها میسازد میفروشد 1000 تومان، یا اسباب انجامی باز یعنی مهمتر میسازد میفروشد 10,000 تومان، یا اقربکای ساعت میکند میفروشد 100,000 تومان، موتور ماشین میکند میفروشد فرض کردیم 100,000 1 میلیون. لبای. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت یک سوال داشتن خودتون. مرحبا. یعنی بهترین اصول استفاده وقت چگونه باشد؟ به خاطر که ما بیشتر وقت خود را در استفاده تلفن میگذرونیم، از این چگونه خودمون تطبیق بگذاریم؟ سلامت باشید. حتمی جواب میگی. بهترین استفاده وقت. اگر موتوری هواپیما کنن 1 میلیارد، همین 24 کیلو آهن از 1000 تومان تا 1 میلیون یا چند میلیون، یعنی حالا گفتن که چیکار کنیم که وقت رو استفاده کنیم. همین است. ما چگونه همین آهن رو استفاده کردیم، اونی خب دیگه کلش مغزش آب نکرد، عادی پنجره ساخت 1000 تومان، اونش کم فکر کرد اندیشید یعنی فرو رفت 10,000 تومان، اونش باز مغز آب کرد زحمت کشید و مهنت کشید و دیگر دو یعنی هیچ قدر زحمت کشید و مهنت کرد 100,000. باز اونش که زیادتر فکر کرد موتور سو 1 میلیون. ببین که 24 کیلو آهن چقدر چیز میشه، یا اقربکای ساعت بسازد بفروشد چقدر قیمت گران میشود، یا تیلو رو اگر خام بفروشد یک نرخ معین است، ارزان ترین تیلوی خام، اما زرگر بشیند زینت و زر و زیور و دیگر چند صد برابر نرخش زیاد میشود. همین است وقت رو یعنی از روی عقل باید استفاده کنیم. است لبای شما برنامه مستقیم زنگ زدین. لبای. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. اکید اون را سوال داشتم. مرحمت گوش میکنم. این بهترین عملی که وقت رو در اون صرف کرد کدوم است؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت کنه. سوال اول چنین بود که ما چیکار کنیم که وقت با برکت شود؟ عقل رو استفاده کنیم، فکر کنیم. متاسفانه بدبختانه بعضی جوان رو میبینید که در همین کوچه ها میشینند لق از صبح تا بیگاه، نه یک کار، نه یک آموختن، نه یک حدی اقل 4 نفری که میشیند، نه یک صحبت فرهنگی، نه صحبت معنوی، یک پای فچی بیهوده که نه با منفیت دینش هست با منفیت چیز دنیا. برای همین در روایت ها هست که میگوید که هر کاری که انجام میدهی ببین که با منفیت دینت هست یا با منفیت دنیایت هست. خوب با منفیت دینت باشد، خوب با منفیت دنیایت باشد، هر دو عبادت است و در هر دو حالت اجر و پاداش زیادی به دست میاری. میشود کار با برکت. متاسفانه من یک مسجد داخل نشدم، دیدم یک جوانی تلفن در دستش در داخل مسجد در صف نماز سنت خواند است در انتظاری فرض، سرخ به سرخ کبوت به کبوت، از برای خدای عقل و مغز و کله را گیج میکند، عقل کرخت میکند، ذهن و هیچ فکر یعنی انکشاف نمییابد. یا بعضیا چی بوز میکنن نرده میپرتن ترک روزشون با همین تمام، روز با همین
کور میکنن، حیات برباد میدهند، عمرشون رو برباد میدهند. خب حدی اکمل شخمات باشد که خب فکر کند، همین مغز یک اندیشه کند، یعنی فعال شود در فکر کردن، در اندیشیدن که چکار کنم کامیاب میشم، چکار کنم ناکام میشم، فکری همین باشد. حالا برای همین شریعت اسلامی شخمت رو اجازه داده است که در رو عقل یعنی کار میکند، عقل کار میکند در هر کاری که منفیتی یا معنویت باشد که روح و روان و ایمانت رو کامل کند، یا منفیت جسمت باشد که تمرین هایی که بدن رو نیرومند میکنند، شناوری، اسب سواری، کمان پرانی یا دیگر این ورزش های سنتی. واقعا هم اسب زیاد سوار میشود نیرومند است، بردم است، همه عضوهای داخلیش در حرکت است، همه بغم ها رو میجماند جا به جا مستحکم قوی میکنند. اسب سواری یا شناوری، یعنی هر کاری که برای سلامتیت فایده دارد، برای یا معنوی و ایمانداری و دینداری و دنیای آخرتت فایده دارد، این برای عبادت است. بهترین کار همین است. حالا اونه که سرخ به سرخ میزند، کبود به کبود میزند، نمیدونم زرد به زرد میزند، او چی فایده دارد؟ یک بار عقل و مغز و همه را گیج میکند، میپرد. چیکار کنیم وقت رو بیهوده نگذرانیم؟ عقل رو استفاده کنیم. وقت رو استفاده کردن نمیتوانیم. وقت در اختیارمون است، نمیستد، وقت صبر نمیکند. وقتی معین میایم، وقتی معین میریم، عبارت از وقتیم. خود برای همین عقل رو باید استفاده کنیم. وقت رو ما با ترتیب در شب رو روز رو شب کردن نمیتوانیم، لیکن کاری خود رو با ترتیب بداریم که اول صبح چیکار کنیم، نیم روز چیکار کنیم، بیگاه چیکار کنیم، برنامه داشته باشیم. از شب باید که برنامه امروز رو باید که تحریزی کنیم. امروز چیکار میکنم؟ فرض کردیم سر که بر وقت خیستم، نماز، طهارت، پاکیزگی بدن، یک حرکتی برای نیرومند شدن بدن، میروم کار، از کار آمدم، امروز باید فلانی خالم، عمم، خیش تبارم، اونو رو به نوبت برنامه میکنم که کی اونو رو باید خبر بگیرم. یا پدر مادر اگر جدا باشن، باید که حتمی بگو بروم یک چیزی پیشی، خب خاله رفتید، خب عمه رفتید، خب پدر رفتید، خب مادر رفتید، یک چیزی تحفه ببرید. چون که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که تهادوا و تحابوا، شما به همدیگر هدیه بدهید تا اینکه محبتتون زیاد شود. حتی هدیه به ارزش هم باشد، همین پیش مادر یک گل بردید، یک چلاک، یک گوشوارک بردید، یا یعنی 4 تا 10 تومانه دادید، برای مثال میگه بچه‌م در کنید، مادر جون بگی اول نبراد میآیند میتی قسم میشوند. تمام. باید برنامه داشته باشیم، باید وقت رو، یعنی چی دستی خالی نروید. خود زیارت عمه میروید، خاله میروید، عمک میروید، تقو میروید، دوست میروید، یک چیزی باشد، ثواب میگیرید، سنت به جا میآید، محبت زیاد میشود، احترام زیاد میشود. هر وقت همون توفیری که بردید در یادشون که زد، یا دعای خیر برکت هم نگوید، خرسند شود، احساس رازگی و خرسندی همین پدر و مادر خصوصا یا عمه و خاله برات خیر و برکت و عزت و سعادت دنیا و آخرت است. ما کارهای خود رو به تنظیم بداریم و از این وقت‌ها منفعتناک استفاده کنیم است. مهم این است. همینه که کامیاب شدن به جای رسیدن، همه کارهای خود رو به نظام به ترتیب درآوردن. هر روز برنامه مخصوص دارم. امروز باید فلان کار انجام بدهم و فردا کدام کارها رو فلان کارها رو باید انجام بدم. می شود وقتت با برکت می شود، یعنی استفاده چیز وقت. لبین الو، سلام علیکم. و علیکم السلام. یک سوال داشتیم. مرحبا. همین از کنکورس و از لاتاری بلیت گرفتم، مبلغ به دست آوردن، درست است؟ از لاتاری. تمام. سلامت باشید، خیر برکتی. از لاتاری موفق باشید. فهمیدم. تمام. لاتاری، لوتو، یعنی چی هست؟ نظر شریعت هم میگم، نظری انسانی سالم. فکر کنید، یعنی میفروشد 10,000 یا 100,000 لوتو میفروشد، 100,000 999,999 نفر رو فریب میکند، بعد به یک نفر
یک چیز میدهد اون رو ریکلام میکند دیگران، یعنی چند هزار رو فریب کرد برای یک نفر یک فایده از حساب دیگران داد، حرام است. اشکال روشن این انسانی فکر انسانی. ولی اگر شریعت هم را نگیری بلکه از نظر شریعت قمار حرام است. لبه یعنی 1000 نفر میفروشد، 999 نفر رو فریب میکند، به یک نفر باید یک چیزی میدهد، باقی مانده اش در جیب خودش میزند. حرام است، قمار است. شما پول میدید نمیدونید که این پول میآید یا نمیآید، فایده میارد یا ضرر میارد، میسوزد یا درآمد میارد. برای این حرام است. و هر چیزی که یعنی خام خلط هست، فند فریب هست، با اون نروید، مهنت حلال بروید. حتی همون دزدی که میرود دزدی میکند، در روایت اومدگی هست که میگه اگر بنیتی نیک برای لقمه حلال بگد، صبحش رو بسم الله بگد شروع کند با ریسک حلال تلاش کند، 10 برابری که میدزد 10 برابری همون رو ریسکی با برکت پروردگار براش میدهد. لیکن میرود میدزد، ریسکش رو حرام میکند، زندگیش رو بی برکت میکند. شما دیدید کدوم دزدی برکت یافته باشد، کدوم قماربازی برکت یافته باشد، لاتاری بازی که دیگر قمارهای گوناگون در کامپیوتر در دیگر پیدا شده است که آدم‌ها رو با هزارها و میلیون‌ها قرضدار کردگی است. یک وقت مهره نمیدونم که مهره بازی بود، مهره کشی بود، یک بازی بود. حتی زن‌ها پینانی از شوهراشون بردن مبلغ‌های پسنداز خونه رو بردن مهره خریدن، هم طلاق شدن، هم زندگیشون تلخ شد، هم سوختن. قمار حرام است. باید که مسلمان همیشه در سعی تلاشی ریسک حلال باید باشد. شریعه کل میبینید برای حرام جمع میکنن، میلیون ها برای حرام و حرج فند فریب جمع کردن، ولی در زندگیشون هم نزد فرزندو قدر نداشتن. مرده است، اما زن و فرزندش میگه ببرید دومش کنید از اینجا دیگه، از این خانه او خونه او بر بیرون بمونش، تمام. اون هم قدر داره، تمام. بعدی وفاتش فرزندو هم از سگ پشید. ولی حرام چنین است، بدبخت میکند انسان رو دیگه. نه در فکر او رفتنی سر قبر پدر و رحمت مغفرت کند پدر رو جایش جنت باشد، و نه همه لعنت به پدری همدیگر و هم در تلاشی اون بازمانده حمال حرام در زندگیش هم همون مال به برکت بود، به ابرویش کرده بود. بعدی وفات هم فرزندانش رو با همدیگر دشمن کرد. برای همین برای حلال مسلمان باید که برای حلال وقتی رو غنیمت بداند، نیتش رو نیک کند، قلبش رو صاف و پاک کند، مهنت زحمت بکشد، برای حلال چیزی به دست بیارد، انا همون برکت سعادت است. بعضی رو میبینیم که پدر بسا فقیر، یکی از برادران دوستای صاحب کار خیلی موفق است فعلا، میگه ما گوه در چای خرک سحری حتی شکر پیدا نمیکردیم که در چایمون شکر بدوزیم بخوریم، تو این درجه فقیر و نادار. یعنی فرزندا همه دارنده. برای چی؟ پدر میگه که ما در چای، یعنی سبحانه، حتی شکر نمیافتیم که فرزندا و کودکا در چایمون شکر رو بدوزیم بخوریم، شیرین کنیم چایمون رو بخوریم. خدا رحمت کنه. پدر گذشت. بعدی پدر ببینید او بالای، یعنی کم باشد. در مردمی ما میگویم که ما مردمی مسلمان تاجیک میگویم که کم باشد و بیغم باشد، کم باشد و بیغم باشد، حلال و پاک و به آلایش و به یعنی ضرر باشد. ببینید تربیه همون مهنت زحمت، همون پدری که فقیر گذشت از دنیا، میگه برای حلال کم هم باشد آور فرزندان رو تا یک جایی رو آور تعلیم داد، تربیت کرد. فرزندان همه میلیون خطی میزنن و همیشه سر منزل پدر و همیشه دعای خیر و برکت برای پدر. همین سعادت انسان. بخواید که بعدی مردن از این دنیا محروم و قطع نشوید، باید مهنت و زحمتی حلال و تربیه فرزند. هر وقت که فرزند گفت پدرتی گورو، پدرم را رحمت مغفرت، جایش رو جنت، روحش رو شاد، قبرش رو با نوری رحمتت منور، از من خشنود خوشحال روزیش بگردان. طبقهای از نور قبرت نورانی می شود، روحت شاد می شود، بین ارواح روحی پدرت افتخار می کند که من فرزندی نیک دارم. این همه با چی به دست می آید؟ با مهنت و زحمت. زحمت و
زحمت و خستگی در جوانی، راحت و سعادت ابدی. همین است حیات زندگی، مراد از آن همین است. چند دقیقه در خدمت شما بودیم و قدری توان به خاطر روزی الله سبحانه و تعالی چند سخنی از گفته‌های خدا و رسول خدا و بزرگان اسلام و تجربه و حیات زندگی به شما گفتیم. و سعادت و برکت و عزت انسان در مهنت زحمت است. زندگی همین است. در اینجا کار، در آنجا نخل بردار. شوی تو سرفراز از فضل غفار. باید که همیشه مهنت و زحمت بکشیم. شخصی باشیم که پدر و مادر حتی حیات باشن یا گذشته باشن و ما افتخار کنن. شخصی شویم که فرزندان و ما و شما افتخار کنن. شخصی شویم که وطن، کشور، دولت، حکومت و شما افتخار کنن. شخصی شوید که برای خود، اهل و خانواده و فرزندان، پیوندان و نزدیکان، وطن و کشور و حکومت مفید و منفعتناک باشید. افضل الناس انفع الناس. بهترین انسان منفعتناک ترین انسان است. حالا کی بهترین انسان می شود؟ کسی که عقل را استفاده کند، وقت را غنیمت بداند، وقت را بیهوده نگذراند، کارهایش را به نظام به ترتیب درآورد، حتمی چیزی می شود. برای همین میگن که مسلمان رو پس از که نیتش را نیک، قلبش را صاف و پاک و مهنت و زحمت بکشد، پروردگار به تمام مقام‌های بلند میبرد میرساند. و آرزوی من هم و از پروردگار با دعا آرزو میکنم که همه شما شخصیت‌های مفید و منفعتناک که ما به شما افتخار کنیم و مفید برای خود، اهل و خانواده و پدر و مادر و فرزندان و پیوندان و برای وطن و کشورمان مفید و منفعتناک باشید. موفق و سربلند و با عزت باشید. سلامت باشید.